امروز 25 می در جمهوری تاجیکستان روز تاجیکستان در جشن گرفته می شود و ما خواستیم پرسش سریراهی میان ساکنان انجام داده باشیم که سوال ما به ساکنان چنین است: هنگام پس بودن صفت مال و محصولات شما به کجا مراجعت میکنید؟ اول پیش فروشنده میره، بعدا فروشنده خودش میره اونجا مال کجا میاره همونجا شکایت میکنه. به خود یعنی به خود فروشنده شما به خود خود اساسا میدونی که باید به کجا مراجعت کنید؟ نه اکا اصلا نمیدونی. اکا اصلا همون فروشنده میپرسه وقتی که فروشنده وای نکرد با میریم همونجا محصولات کجا میاره همونجا میرن. من هیچ چیزا نمیدونم، نه همه اخبار خودم میبیرم میفروشم میرم دیگه هیچ چیزا نمیدونم. چیزی که آوره فروشنده آوره ما کجا میدونم. تقدیر میبینیم تقدیر گستاندارد است، برای گستاندارد санэпидстанция. Надо мроджат кардам дар кожа мроджат. Мы даже не знаем, где жаловаться. В основном мы не покупаем как бы некачественные вещи. А если покупаем, так и остается. Мы как бы идем барем чинаме кнем. سودا میکنم برای ارگینال میارم. برای فسان میارم زکات میکنن میارم. با میفهمیدگی ما یک فیرما کنترل مقصد چکلی که راستی دست پروگرام کنترل نمروش نامه پارتی که شکایت کنه اینجا من ندیدم. که جو میره پروکراتور میره استیشن یا که بلیجای شده صفات پاس باشه با گستاندارد. اگر در کار شود چه برویده یا که با مو کارخانه سردارش. از پرسش امروزه ما معلوم گردید که بیشتر از ساکنان خبر ندارند که هنگام پس بودن صفت مال و محصولات خرید نمودهشان به کجا مراجعت نمایند. یکی میگوید در این حالت او به سود، دیگری میگوید به گیم پروکراتور و سومین که در نزدیکی اجنسی تاجیکستان در قرار دارد نمیداند که هنگام پس بودن مال و محصولات خرید نمودهش به کجا مراجعت نماید.